آیا تا به حال با تمام وجود از خدا چیزی خواسته ای اما هیچ نشانه ای از اجابت ندیده ای؟ آیا شده شب در سکوت دلت بلرزد و با تمام قلبت بگویی خدایا فقط این یک بار؟ اما صبح که بیدار شدی همه چیز مثل قبل مانده باشد. اگر چنین لحظه ای را تجربه کرده ای بدان که تنها نیستی و مهمتر از آن بدان که از نگاه ابن عربی این سکوت ظاهری خدا هرگز به معنای بی‌پاسخ ماندن نیست. بیشتر مردم تصور می کنند خواستن از خدا یعنی فقط دعا کردن، یعنی فقط گفتن، فقط تکرار چند جمله ساده. اما ابن عربی نگاه دیگری دارد. او میگوید میان زبان تو و شنیدن خدا راهی هست که بسیاری هرگز آن را نمیشناسند. و امشب در این ویدیو قرار است برای نخستین بار پا به همان راه بگذاریم. اما قبل از آن بگذار یک هشدار جدی بدهم. اگر تصور میکنی قرار است به تو چند تکنیک سریع برای رسیدن به خواسته ها یاد داده شود، این ویدیو برای تو نیست. چون آنچه ابن عربی از سخن گفتن با خدا میفهمد نه دستور دادن است، نه معامله کردن و نه طلبکار بودن. او میگوید تا وقتی که انسان نیاموخته چگونه بخواهد هیچگاه نخواهد فهمید چرا نمیگیرد. و این دقیقاً همان نقطه است که اغلب انسانها سالها در آن گرفتار میمانند. امشب قرار است با هم 7 مرحله، 7 آستانه، 7 در پنهان الهی را از نگاه ابن عربی بشناسیم. نه برای آنکه خدا را مجبور کنیم، بلکه برای آنکه خودمان را به شنیده شدن نزدیکتر کنیم. و حال این را با دقت گوش بده. در پایان این ویدیو من یک نکته بسیار ارزشمند و عرفانی را با تو در میان خواهم گذاشت. نکته‌ای که اگر آن را بفهمی، درکش کنی، نگاهت به دعا، خواستن و حتی برآورده نشدن دعا، خواسته هایت برای همیشه دگرگون خواهد شد. نکته‌ای که ابن عربی آن را مرز میان خواستن انسانی و خواستن الهی می‌داند. اما هنوز برای آن بسیار زود است. اجازه بده ابتدا از یک پرسش آغاز کنیم. چرا بعضی خواستنها فوراً اجابت می‌شوند و بعضی دیگر سالها در سکوت می‌مانند؟ آیا مشکل از کم بودن ایمان ماست یا از نادرست بودن خواسته هایمان و یا شاید از آن است که ما اصلاً هنوز زبان گفتگو با خدا را نیاموخته ایم؟ ابن عربی میگوید انسان بیشتر اوقات از خواسته خود سخن میگوید نه از حقیقت نیازش، و تا وقتی که این دو یکی نشوند پاسخن به تأخیر میافتد. در همین لحظه که تو این ویدیو رو میبینی در دلت چیزی هست که مدت هاست از خدا میخواهی. شاید سلامتی، آرامش، نجات، شاید حتی عشق، شاید رهایی از یک درد عمیق. این ویدیو برای همان خواسته ساخته شده است. در ادامه قدم به قدم بدون اغراق، بدون وعده های تو خالی و فقط از زبان ابن عربی راههایی را خواهیم شنید که انسان را از خواهش سرگردان به خواستن آگاهانه میرساند. و اگر تا پایان این ویدیو بمانی خواهی فهمید چرا گاهی خدا همان چیزی را که میخواهی به تو نمیدهد، چون میخواهد چیزی بزرگتر از آن را به تو بسپارد. ابن عربی میگوید پیش از آن که خواهش بر زبان جاری شود، پیش از آن که دعا شکل بگیرد، پیش از آن که دستها را رو به آسمان بالا ببری، چیزی در درون انسان اتفاق میافتد که سرنوشت خواسته را تعیین میکند و آن چیز نیت است. نیت فقط تصمیمی ساده نیست. نیت جهت دل است. نیت آن نقطه است که انسان با تمام بودنش شروع به سوی چیزی می ایستد. بسیاری دعا می کنند اما نیت نه. بسیاری درخواست می کنند اما دلشان هنوز مردد است. بسیاری نام خدا را می برند اما در درون همچنان بر تکیه‌گاه های دیگر تکیه دارند. ابن عربی در فتوحات می گوید خواستن حقیقی از جایی آغاز می شود که انسان تمام راه‌های پنهان اتکای خود را
ببندد تا وقتی دل هنوز به قدرت‌ها، انسان‌ها، احتمال‌ها و به تضمین‌های زمینی دلبسته است، خواستن آمیخته است و خواسته آمیخته دیر شنیده می شود. انسان می گوید خدایا کمکم کن، اما در ژرفای دلش هنوز می گوید اگر نشد خودم راه دیگری پیدا خواهم کرد و همین اگر نشد دیوار نیت را ترکدار می کند. ابن عربی می گوید نیت خالص آنجاست که انسان می گوید پلن دوم ندارم، راه دوم ندارم، پناه دوم ندارم. در آن لحظه درون انسان ساکت می شود. هیاهوی گزینه ها فرو می ریزد. صداها خاموش می شوند و فقط یک جهت باقی می ماند و آن چیزی نیست جز خدا. و اما رسیدن به چنین نیتی آسان نیست، زیرا انسان سالها آموخته است که همزمان به چند چیز تکیه کند: به عقل خود، به جایگاه خود، به رابطه های خود، به تجربه های پیشین خود. اما ابن عربی میگوید تا وقتی که انسان به آنچه دارد امن است، به آنچه ندارد مضطر نمی شود و دعا در حال عادی شنیده نمی شود، بلکه در حال اضطرار جان می گیرد. اما اضطرار از نظر ابن عربی به معنای فریاد زدن نیست، به معنای بیتاب شدن نیست، به معنای اشک‌های ظاهری نیست. اضطرار آن لحظه‌ای است که انسان دیگر خودش را تکیهگاه نمی‌بیند. در اینجا خواستن دیگر شبیه خواهش نیست، شبیه سپردن است. نکته ظریف آنجاست که بسیاری از انسان‌ها می‌خواهند اما نمی‌خواهند وابسته شوند. می‌خواهند اما نمی‌خواهند رها شوند. می‌خواهند اما نمی‌خواهند کنترل را واگذار کنند. و ابن عربی دقیقاً همینجا توقف می‌کند و می‌گوید انسان تا وقتی که نمی‌خواهد کنترل را به خداوند تعالی بسپارد، نمی‌خواهد به تمام معنا بگیرد. در نگاه او نیت همان نقطه‌ای است که انسان از مدیریت زندگی عبور کرده و وارد سپردن زندگی می‌شود. اینجا یک سکوت عمیق در درون انسان رخ می‌دهد. سکوتی که در آن دیگر نه چانه زنی هست و نه عجله و نه فشار. خواستن در این مرتبه دیگر از جنس اضطراب نیست، از جنس آرامش است. تو ممکن است از چیزی به شدت نیازمند باشی، اما وقتی نیتت خالص است در درونت آشوب نخواهد بود. برخلاف تصور عموم آرامترین انسانها معمولاً مضطرترین انسانها هستند، زیرا آنان دیگر دچار دوپارگی نیستند. دلشان دو جا نیست، خواستشان دو جهت ندارد. ابن عربی میگوید وقتی نیت خالص شد، خواستن پیش از آن که بر زبان آید در هستی شنیده شده است. و در اینجاست که انسان میفهمد چرا بسیاری دعا میکنند و خسته میشوند و بعضی فقط یک بار میخواهند و مسیر زندگیشان به کل تغییر میکند. تفاوت در بلندی صدا نیست، در تعداد کلمات نیست، در اشک نیست، در زمان نیست. تفاوت در پاکی نیت است. ابن عربی میگوید بزرگترین اشتباه انسان این است که گمان میکند اگر چیزی را از خدا خواست و به همان شکل به او داده نشد، پس یا نشنیده شده یا رد شده و یا اشتباه بوده است. در حالی که در نگاه او بسیاری از خواسته ها نه رد می شوند و نه فراموش، بلکه دگرگون می شوند. انسان چیزی را می خواهد به شکل الف، اما خدا آن را به شکل ب در تقدیر او قرار می دهد و اینجاست که بیشتر دلها می شکنند، زیرا انسان اغلب نه با اصل خواسته بلکه با شکل ظاهری خواسته وابسته می شود. او می خواهد اما فقط یک راه را می بیند. او دعا می کند اما تنها یک تصویر در ذهن دارد. او از خدا طلب می کند اما فقط یک نتیجه را قبول دارد. ابن عربی می گوید وقتی انسان به شکل نتیجه دلبسته شود، دیگر تسلیم نیست، معامله‌گر است و تفاوت این دو
تفاوت زمین و آسمان است. تسلیم آنجاست که انسان میگوید خدایا من این را میخواهم، اما اگر تو بهتر میدانی به همان بهتر راضیم. اما معامله‌گر میگوید خدایا این را میخواهم و فقط همین را میخواهم. اینجا همان نقطه است که بسیاری از دعاها سنگین میشوند، گرفتار میشوند و مسیرشان بسته میشود، نه به خاطر کمبود ایمان بلکه به خاطر زیاد بودن اصرار بر شکل خواسته. ابن عربی میگوید گاهی خدا خواسته تو را نه از تو دریغ می کند بلکه از شکلی که برایش ساخته ای رها می کند و تو به اشتباه گمان می کنی که اجابت نشده، در حالی که در مسیری دیگر، در لباسی ناآشنا، در زمانی که هنوز آمادگیش را نداری، همان خواسته در حال نزدیک شدن به توست. اما انسان عجول است. او زمان را می بیند اما تربیت را نمی بیند. او رسیدن را می بیند اما آماده شدن را نه. و ابن عربی می گوید تأخیر در اجابت بسیار اوقات نه نشانه بیمهری بلکه نشانه مراقبت است. زیرا بسی خواسته ها اگر زود برسند انسان را می شکنند، نه از شدت بدی بلکه از شدت بزرگی. انسان از خدا چیزی می خواهد که هنوز ظرف دلش تحمل آن را ندارد، پس خواسته عقب می نشیند، نه از روی قهر بلکه از روی رحمت. اینجاست که انسان یا صبور می شود یا بدبین، یا بالغ می شود و یا خسته، و این تفاوت آینده روح انسان را می سازد. بعضی ها در همین نقطه دیگر دعا نمی کنند، نه از روی بی‌ایمانی بلکه از روی دلشکستگی، و بعضی دیگر درست همینجا به مرتبه ای از آرامش می رسند که پیش از آن هرگز نچشیده بودند، چون میفهمند که خدا دائما در حال ندادن نیست بلکه در حال تربیت کردن آن است. و حال این سوال نه برای پاسخ دادن سریع بلکه برای اندیشیدن عمیق تو در دل تو شکل بگیرد. تو در زندگیت بیشتر از آن که از نرسیدن رنج برده باشی، از نرسیدن به آن شکلی که خودت میخواستی رنج برده ای. اینها هیچ کدام بی دلیل نیست. ابن عربی میگوید بسیاری از آن چه انسان دعا مینامند در حقیقت صدای نفس است، نه صدای دل، و تا وقتی که دعا از نفس برخیزد به درگاه حق نمیرسد، حتی اگر نام خدا هزاران بار بر زبان جاری شود. نفس به ظاهر طالب خیر است و اما در باطن طالب سلطه، طالب دیده شدن است، طالب برتری، طالب امنیت بدون دگرگونی است. انسان میگوید خدایا این خواسته را برآورده کن، اما نفس در پشت این جمله میگوید تا من آرام بگیرم، تا من پیروز شوم، تا من از ترس رها شوم. ابن عربی هشدار میدهد هر جا که من در مرکز دعا بنشیند راه عبور بسته می شود، زیرا دعا در منطق او نه حرکت من به سوی خدا بلکه فرو ریختن من در برابر خداست. نفس بزرگترین دزد دعاست، نه اجازه می دهد خالص بخواهی و نه اجازه می دهد اگر نگرفتی آرام بمانی. او انسان را یا حریص نتیجه می کند و یا خشمگین از تأخیر، و هر دو حالت خروج از تسلیم است. ابن عربی می گوید نفس دعا را به معامله تبدیل می کند و وقتی معامله پاسخ نگیرد انسان گمان می کند که خدا ساکت شده است، در حالی که خدا ساکت نشده. این نفس است که گوش دل را بسته است. نفس حتی از مفاهیم مقدس هم ابزار می سازد، از دعا ابزار می سازد، از ذکر و حتی از توکل هم ابزار می سازد. او می گوید توکل کن تا نتیجه بگیری، نه آنگونه که باید. توکل کن تا رها شوی. و این همان جایی است که انسان شروع می کند به خسته شدن از دعا، از انتظار، از سکوت. اما ابن عربی نگاه دیگری دارد. او می گوید اگر دعا تو را سبک نکرد، اگر دعا تو را آرام نکرد، اگر
دعا تو را از من خودت پایین نیاورد، آن دعا هنوز از نفس می آید. دعای حقیقی پیش از آن که چیزی را تغییر دهد، خود انسان را تغییر می دهد. او را نرمتر می کند، آرامتر، حتی شفافترش می کند. و اگر انسانی پس از دعا همچنان سنگین، عصبانی، مضطرب، طلبکار باقی بماند، باید بداند که هنوز پشت در دعا ایستاده است و حتی وارد آن هم نشده است. اینجاست که انسان یا جرأت می کند به نفس خود نگاه کند و یا تا سالها همان دعاها را تکرار می کند و همان خستگی ها را می چشد. و در این لحظه یک پرسش آرام اما عمیق در دل تو شکل خواهد گرفت. آنچه تا امروز از خدا خواسته ای واقعا خواسته دل تو بوده و یا خواسته نفس تو؟ ابن عربی میگوید آدمی گمان میکند وقتی چیزی از خدا میخواهد در حال افزودن چیزی به زندگی خویش است، اما در حقیقت بیشتر اوقات خدا در حال کاستن است و نه افزودن. او چیزی را میگیرد تا چیزی بزرگتر را بسازد و این همان جایی است که بسیاری میترسند، زیرا انسان به آنچه دارد خو گرفته، حتی اگر آن داشته درد باشد. او امن‌ترین زندانها را خودش ساخته است: عادت، تکرار، وابستگی و تصور غلط از امنیت. و وقتی خدا میل دگرگونی را در دل انسان میاندازد، انسان ابتدا آن را به شکل خواستن تجربه می کند، اما در ادامه به شکل به هم ریختن می چشد. ابن عربی می گوید هر خواسته عمیقی دو لبه دارد، یکی به سوی نور و یکی به سوی فرو ریختن آنچه کهنه است. و اغلب انسان‌ها فقط لبه اول را دوست دارند. آنها می‌خواهند بی آنکه از دست بدهند، بی آنکه بلرزند، بی آنکه فرو بریزند به نور برسند. اما نور از میان شکاف‌ها عبور می‌کند، نه از دیوارهای سالم. انسان از خدا آرامش می‌خواهد، اما حاضر نیست با درس‌هایش روبرو شود. از خدا رهایی می‌خواهد، اما از قیدهایی که دوست دارد دل نمی‌کند. و ابن عربی میگوید خواستن راستین همیشه یک بخش ناخوشایند دارد، بخشی که نفس دوست ندارد آن را ببیند. اینجاست که دعا دیگر شبیه خواهش نیست، بلکه شبیه عبور است. عبور از تصویری که انسان سالها از خودش ساخته است. بسیاری از انسانها وقتی چیزی از خدا میخواهند، در حقیقت در پی نجات همان تصویری هستند که آنها را خسته کرده است. آنها آزادی میخواهند، اما نه از خودشان. آرامش میخواهند، اما نه از هوس‌هایشان. نور میخواهند، اما نه با سوختن سایه‌هایشان. و ابن عربی با آرامشی خوفناک میگوید خداوند خواسته تو را همان گونه که میخواهی برآورده نمی کند، اگر آن خواسته تو را در همان قالب کهنه نگه دارد. زیرا خواست حقیقی نه برای حفظ صورت پیشین، بلکه برای تولد صورت جدید است. اینجا انسان یا از خدا میرنجد یا از تصویر کهنه خود جدا می شود. و این همان مرزی است که برخی از آن عبور می کنند و برخی تا آخر عمر در آستانش می ایستند. در این مرتبه دعا دیگر ابزار گرفتن نیست، آینه شدن است. انسان در دعا خودش را می بیند، نه فقط خواستش را. و اگر جرأت دیدن نداشته باشد، نه پاسخ را می بیند و نه مسیر را. ابن عربی می گوید بعضی خواسته ها دقیقاً به این دلیل برآورده نمی شوند که اگر برآورده شوند انسان هرگز به پرسش بزرگتر نمی رسد. او به خواستهش می رسد، اما به بیداری نمی رسد و خدا گاهی بیداری را به خواسته ترجیح می دهد. در اینجا خواستن دیگر به معنای دست دراز کردن نیست، به معنای دل گشودن است. و این گونه است که انسان آهسته آهسته می‌فهمد چرا بعضی دعاها اول زندگی را به هم می‌ریزند پیش از آن که آرامش را بازگردانند. و حال می‌رسیم به همان نکته‌ای که در آغاز وعده داده شده بود. نکته‌ای که اگر درست فهمیده شود
دیگر هیچ دعایی مثل قبل تکرار نخواهد شد. ابن عربی میگوید بزرگترین راز دعا این نیست که چه میخواهی. راز اصلی این است که چه کسی در تو در حال خواستن است. اگر این من محدود باشد که میخواهد، دعا خسته میشود، دل فرسوده میشود، انتظار تلخ میشود و گاهی انسان از خدا هم دلگیر خواهد شد. اما اگر آن حقیقت عمیق‌تر درون تو باشد که میخواهد، دیگر حتی نرسیدن هم شیرین می شود. سنگین نمی شود، تو را در هم نمی شکند و این همان مرز پنهانی است که بیشتر مردم هرگز آن را تشخیص نمی دهند. مرز میان من می خواهم و خدا در من می خواهد. در اولیه انسان دائما نگران نتیجه است. دائم در حال مقایسه است. در حال سنجش است. دائم در حال رنج کشیدن است. اما در دومی انسان در دل خواستن هم آرام است. حتی در دل نرسیدن هم گم نمی شود. و این بدان معناست که آنچه دعا را زنده می کند نه شدت تقاضا بلکه عمق هماهنگی است. هماهنگی میان آنچه تو می خواهی و آنچه قرار است از مسیر تو عبور داده شود. اینجاست که انسان می فهمد چرا بعضی دعاها زندگی را فقط کمی بهتر می کنند، اما بعضی دعاها انسان را از ریشه دگرگون می کنند. زیرا در دومی دیگر فقط خواسته تغییر نمی کند، خود خواهان تغییر کرده است. و حالا در پایان این مسیر ششگانه این پرسش آرام اما عمیق در دل تو شکل بگیرد و بماند. اگر امروز فقط یک خواسته از خدا داشته باشی که مطمئن باشی از دل آمده نه از نفس، آن خواسته چیست؟ نه برای گفتن به دیگران بلکه برای نوشتن با خودت. و اگر دلت خواست همان یک جمله‌ای که از اعماق جانت می آید را بنویس. و حالا اگر حس می کنی این مسیر هنوز در تو زنده است، اگر این صدا هنوز درونت ادامه دارد، اگر این پرسش‌ها هنوز در تو خاموش نشده‌اند، آن دریچه هایی که در پایان این ویدیو پیش روی تو گشوده می شوند برای همین لحظه ها ساخته شده‌اند. جایی برای ادامه دادن، نه از سر کنجکاوی بلکه از سر نیاز درونی به دیدن بیشتر، فهمیدن عمیق‌تر و نزدیک شدن به آنچه در سکوت درونت در حال شکل گرفتن است. و این گونه داستان خواستن در این ویدیو به پایان نمی رسد بلکه فقط شکلش عوض می شود.